بسم الله الرحمن الرحیم. انصاف علی هدایت هستم و با 29مین سری از قسمت از سری برنامه‌های مهندسی جهل در خدمتتون حضورتون خواهم بود. دوستان، همونطور که بارها عرض کردم و دوباره تکرار میکنم، هدف اولا من زبان ترکی رو نخوندم، نه به طور اجباری نه به طور داوطلبانه. در نتیجه با زبان ترکی آشنایی ندارم. زبانی که من بلدم از ترکی، زبان مادری من هست، زبان کوچه و بازاریه و اون هم زبان آغشته به فارسی، برای اینکه من 60 سال عمرم رو با زبان فارسی زندگی کردم و هیچ وقت در اون تحصیل کردم، در اون کار کردم، در اون زندگی کردم، در اصل در اون نوشتم، در اون سخنرانی کردم، در اون کار حرفه‌ای تخصصی انجام دادم، کار علمی تحقیقاتی انجام دادم، ولی در زبان خودم هیچ کاری انجام ندادم. تحصیلات آکادمیک ندارم، دانشگاهی ندارم، تو مدرسه نخوندم که نه اینکه من نخوام بخونم نخوندم، نه، یه دولتی بوده که اجازه نداده ما 5-6 نسل انسان‌هایی که در این منطقه خودمون رو ترک می‌دونستیم و زبانمون ترکی بود، به واسطه اون زور و چماق و سرنیزه و توپ و تفنگ دولتی و پلیس و ژاندارمری و اطلاعات و ساواک و نمیدونم از این حرفا دیگه اجازه ندادن ما تحصیل بکنیم به زبان مادری خودمون. در نتیجه من از نظر زبان مادری و ترکی که زبان مادری خودم هست بی سواد هستم مطلقا. آکادمیک اصلا نخوندم، استانداردشو نمیدونم، یعنی استاندارد این زبان چی هست، ادبیشو نمیدونم چی هست، تخصصی مثلا رشته روزنامه نگاری باشه، روابط عمومی باشه، پزشکی باشه، داروسازی باشه، مهندسی باشه، نمیدونم هوافضا باشه، فقه باشه، اینا رو بازم نمیدونم، یعنی اینها تخصصی هستند دیگه، اینها رو هم نمیدونم. حالا علمی باشه که دیگه بدتر، دیگه اینها رو اصلا نمیدونم. در نتیجه اینجا نمیخوام اظهار فضل بکنم که آقا من زبان ترکی رو میدونم و وحی منزل هر چی که من دارم اینجا اولا من اینجا تلاش میکنم که بگم آقا ما داخل یک آکواریوم هستیم که برای ما ساختن و ما داخل این زندانی هستیم. هر آبی، هر غذایی که اینجا ریختن ما هم فکر کردیم دنیا همینه دیگه، همینو باید زندگی بکنیم. زندگی کردیم. ما خارج از این آکواریومی که اینها برای ما ساختن هیچ وقت شانس زندگی نداشتیم. در نتیجه من تلاش میکنم از این آکواریوم بپرم بیرون، خودم رو به دریای تمدن ترکی برسونم. این تمدن ترکی رو هم اخیراً پیدا کردم که باید در کتاب‌های ترکی جستجو کرد. در ایران وقتی در آکواریوم بودیم به ما میگفتن که آقا این ترک‌ها چیزی برای عرضه به تمدن بشری نداشتن، تمدن نداشتن، شمشیر داشتن، همین میزدن و میکشتن، اشغال میکردن. ولی همیشه برای من سوال بود که طور یه آدمی که یک توانایی ذهنی و عقلی نداره میتونه دشمنان قدرتمند سابقه دار مسلح فلانش رو شکست بده و اون وقت بتونه برای صده‌های طولانی امپراتوری‌های بزرگی رو در سراسر دنیای اون روز بتونه نگه بداره که در زیر بیرق این ترک‌ها مسلمون بود، مسیحی بود، یهودی بود، زرتشتی بود، بودایی بود، کنفوسیوس، همه جور آدم با هر دینی و اعتقادی زندگی میکردن و زبانهای مختلف، هزاران زبان در زیر اینها بودن که هر کدوم خودشون رو یه ملت و قوم مستقلی میدونستن و اینها رو تونسته اداره بکنه، منیج بکنه. ایران 100 سال اخیر با این تکنولوژی های روز که وجود داشته نتونسته
12 ملتی که در داخل ایران امروزی دارن زندگی میکنن رو بتونه نگه داره و این ملل بارها انقلاب کردن، دولت خودشون رو تأسیس کردن و شکست خوردن البته، ولی خب این نشون میده که نتونستن و الان هم هیچ نوع رابطه روحی عقلانی بین فارس و کرد و ترک و عرب و بلوچ و ترکمن وجود نداره. اینها مجزا از هم هستن، چیزی اینها رو به هم وصل نمیکنه. در نتیجه همیشه این برای من سوال بود، ولی وقتی که با دوستانی آشنا شدم، از جمله با کتابخانه آذرباش کتابخاناسه که در تلگرام هست آشنا شدم، متوجه شدم که آقا یه اقیانوسی در خارج از آکواریوم وجود داشته که این اقیانوس متعلق به ترک ها و زبان ترکی و تمدن ترکی بوده. و در این تمدن ترکی من حالا امروز تلاش میکنم که یه چیزی رو به شما نشون بدم. ببینید من الان میرم گوگل، اجازه بدید من این گوگل رو براتون بیارم. خب این گوگل رو براتون میارم. ببینید یه وبسایتی هست در ایرانی ها ساختن به نام گنجور. حالا بذارید من اینو براتون بنویسم، گنجور. من ازش خیلی استفاده کردم، حالا بارها به خصوص زمانی که برای جوناس تیوی کار میکردم در تحقیقاتم به این وبسایت خیلی استناد میکردم. گنجور یه وبسایتیه که اینجا اومده نویسندگان که به فارسی نوشتن شعر و غزل و مثنوی و هرچی، اینها رو جمع کردن. اینجا رو اگه باز بکنیم ببینید دوستان، میتونیم اسامی اینها رو ببینیم. ببینید اینجا، من حالا دوستان اگه بخوان میتونن اینو بذارید ببینم، میتونم بزرگش بکنم که ببینید اسامی رو میتونید ببینید الان، هم اینکه عکس هایی که براشون جعل کردن رو بتونید ببینید، چون که هیچ کدوم اینها عکسی ازشون نیست، اینها رو ساختن، اینها رو خود یه آدم هایی نشستن طراحی کردن. خب من حالا روی اینها خیلی صحبت نمی کنم. ابو سعید ابوالخیر، دقیقی، عنصری، ایوغی، فردوسی، کسایی، ابوالفرج رونی، ابوالفضل بیهقی، ابو علی. حالا ابوالفضل بیهقی نمیدونم اصلا فارسی نوشته یا نه، حالا بقیه رو که اینا میگن، ابو علی عثمانی، ارزقی هروی، اسدی تود. حالا نگاه کنید اینها اسمها و چیزهاشون هست، عکسایی که بهشون نسبت داده میشه هست. این مال قرن پنجم بود، اینها قرن چهارمن، رودکی قرن سومه. این چندتا حالا این پرمخاطبه، یعنی گفته که اینها رو مردم خیلی بهش، حافظ و سعدی و مولانا و فردوسی، خیام و نظامی رو خیلی انسانها بهش در این وبسایت توجه کردن. رودکی قرن سوم بوده، یعنی تا قرن سوم فارسا چیزی نداشتن. دقت بکنید، قرن چهارم این 6 تا بوده، قرن پنجم این 7 و 7 این 21 نفر بوده که مثلا حالا میگن اینا، من نمیدونم فرخی سیستانی به فارسی می نوشته یا نه، یا مثلا فخرالدین اسعد گرگانی، اینها اسجدی، نمیدونم بخاری، اینها به فارسی هم می نوشتن یا نه، شاید هم نوشته باشن، کاری نداریم، احتمالاً شعرشون بوده باشه اینجا گذاشتن. یعنی روی هر کدوم اینها کلیک بکنید. حالا میریم به قرن ششم. قرن ششم هم هستش، این 7 تا و اینجا 8 تا میشه، 8 و اینم 8، 24 و اینم 6 تا 30 تا. حالا بذارید اینجوری بشماریم، به جای اینکه اونجوری بشماریم اینجوری بشماریم که یک، این 6 تا میشه 7 تا، این 7 تا 7 14، این 20، اینجا 8 تا میشه، 8 تا میشه، بله، این 21 و 8، 29 و 8
37 36 37 اینجا هم 8 تا 8 و 8 این میشه 24 و 30 و چند میشه. حالا بذارید 50 خورده ای 55 60 تا بگیم، کلا اینجا رو بگیم با هستی گنجوی و اینا بشه 60 تا. قرن هفتم هم هستش این 8 تا و 6 تا میشه 14 تا بشه 70 تا مثلا. قرن هشتم هم اینا هستن 80 و اینم 16 و 19 تا 100 تا. دارم خیلی زیاد میذارم دیگه دقیق حساب نمی کنیم، میتونیم ماشین حساب بزنیم ببینیم چند تاست. اگه دقیق بخواید میتونیم اونو در بیاریم. اگه 100 تا فرض بکنیم اینم 11 تا میشه 110 تا 111 تا و اینم قرن دهم چند تاست؟ اینم 8 و 13 تا میشه بذاریم 120 تا. قرن 11 120 و اینم 8 و 8 16 و اینم 21 تا 100 بشه 30 تا 130 خورده ای. این هم در قرن 12 قرن چندم بود؟ 11 بود. این 12 اینم 8 و 9 تا بشه 140 تا 140. قرن 13 دیگه داریم میرسیم به اینجا دیگه روزها، میرسیم به قرن ای که الان من متولد شدم اینا. قرن 13 اینجا 8 و 8 و 8 و 8 4 8 تا 32 تا و اینم 33 تا بشه 160 تا 170 بذاریم حتی. دیگه رسیدیم به قرنی که الان من زندگی میکنم. نگاه کنید اینجا هم بشه 17 تا. تموم. 200 نشد. 200 نفری که بتونن کتاب بنویسن دوستان نشد. حالا با همون ارفاقی که انجام دادیم 200 نفر نشد. حالا و اینها فقط شعره، غزله، مثنویه، یعنی کار علمی نیست توشون. حالا اگر دوستان توجه بکنید ما الان میریم به این وبسایت که ببینیم امروز، نه وبسایت، به کانال تلگرامی این دوستمون ببینیم که امروز چه کتاب‌هایی رو از دیروز تا الان اینجا گذاشته. ببینید اینجا اومدیم ببینیم حالا چیا هست. بریم آخر این چیز. اگر اشتباه نکنم من دیشب که اینو کنترل کردم 12 کتاب گذاشته بود. این صلوات شریف یک کتابه که به ترکی هست، منظومه گنجینه راز. حالا این ببینیم تاریخ گذاشته براش 14 صفحه است. این منظومه گنجینه راز در سال 946 نوشته شده، یعنی فرض بکنید که 53 سال از اونجا 446 سال از اینجا، حدود 500 سال این کتاب قبل نوشته شده. انشاء مرغوب 50 صفحه. حالا این انشاء باید دید که چی هست. بشارتنامه منظوم در 1100 نوشته شده، یعنی 400 سال 350 سال پیش حدوداً. انشاء مرغوب دوباره یکی دیگه اینجا گذاشته 54 صفحه هست. بسم الله رو گذاشته اینجا، احتمالا یه تفسیری در رابطه با بسم الله هستش. رساله توحید و سره متعلق و مناقب منصور، این هم در 216 صفحه هستش به ترکی. ساعتنامه هست، من فکر کنم اینو قبلا یه جایی گذاشته بود دوباره، یا یکی دیگه هست. شرح اسماء الحسنا و بعض رسائل، این هم دوباره یک کتاب درون دینی هست. شفاعت کتابه، این اصلا اسمش هم چیز هستش، ترکی هستش. مقصد اقصا، این هم یک کتاب دیگه. منظومه، این هم شعر در 1087 نوشته شده، یعنی حدوداً 400 سال پیش. مولود نبی منظوم و منصور، این هم دوباره هم نثر هم شعر در رابطه با تولد، در رابطه با حضرت رسول هستش.
اینو از اینجا به قبل و دیگه دیروز خونده بودیم. این کتاب هایی که روزانه این دوستون میذاره الان بیش از 4000 خورده ای کتاب رو اینجا گذاشته. ببینید اینها همه به ترکیه و هر کدوم یه نویسنده یا نویسندگانی داره، چون بعضی از کتاب ها مجموعه چند کتاب هست. و این اقیانوس رو شما با اون دریاچه‌ای که 200 نفر هم نشد مقایسه بکنید، ببینید که چه اتفاقی رخ داده. حالا به هر حال من اینجا تلاش میکنم که این اقیانوس رو بگم که آقا یه چنین اقیانوسی هست و ما ازش در جهل به سر میبریم، ما رو در جاهل نگه داشتن، جاهل تربیت کردن و ما ازش ناآگاهیم، جاهل هستیم به این قضیه. تلاش بکنیم بخونیم. حالا دوستانی لطف کردن دیروز تشریف آوردن یا روزهای دیگه، سلام عزیز دوستم دوستانی تشریف آوردن کامنت نوشتن، متاسفانه من نمیتونم ببینم، بعضا هم این عینکم رو بر میدارم دیگه خیلی خوب نمیتونم این نوشته های شما رو ببینم. میگفتن که خب غلط میخونی، منم گفتم بارها غلط میخونم، خب این اشکال من نیست. من اینجا چه کسی بیاد گوش بکنه چه نیاد گوش بکنه در آینده یا در الان، بیشتر کارم برای خودمه. من اول روی خودم کار میکنم، اول تلاش میکنم یه چیزی رو یاد بگیرم، یه چیز جدید رو یاد دارم میگیرم. این جدیدها چی هستن؟ یک، دارم ترکی رو تلاش میکنم بخونم، این یه تلاشه. به جای اینکه برم بگم آقا چون غلط میخونم دیگه نخونم، یه انگیزه‌ای هم هست. اینکه لایو دارم خودم رو ضبط میکنم، اینم یه انگیزه‌ای بهم میده. نمیدونم، شاید عشق معروفیت دارم، اینم میشه گفت. ولی خب دلم میخواد که این ترکی رو یاد بگیرم. یکی این که دارم اینو، دومی که دارم رسم الخط ترکی رو به انواع گوناگون دارم میبینم، رسم الخط دستنویس، کتاب‌های تاریخی رو دارم میخونم، باهاشون آشنا میشم، با موضوعهاشون آشنا میشم، با تمدن ترک ها آشنا میشم، با روند تاریخ آشنا میشم، با خیلی چیزا دارم آشنا میشم و احتمالاً این یه سرمایه گذاری هست به نظر من، برای اینکه من در آینده الان 60 سالمه، ممکنه دیگه از این به بعد بعضی کارها رو نتونم انجام بدم، اما کتاب خوندن که علاقم دارم ممکنه یه شغلی بشه، یه جایی بتونم یه کتابخونه‌ای، یه جایی استخدام بشم، کار پیدا بکنم یا کتاب ترجمه بکنم و اینا، یه کتاب تاریخی رو بشینم بنویسم. چرا مثلا فارسا تونستن نمیدونم بنیاد فلان افشار و بنیاد فلان و بنیاد بهمان رو درست کردن و اونجا کتاب ها رو دارن، تاریخی رو دارن تحریف میکنن، چاپ میکنن و پول در میارن، زندگی میکنن، ولی ما نتونیم، ما ترکی چرا نتونیم؟ خب من میتونم این کارو بکنم، حالا دوستان خوششون بیاد نیاد میتونن کمک بکنن، میتونن شروع بکنن این کار رو، ولی من بیشتر برای نفس خودم. حالا دیگرانی هم اومدن با من همراه شدن، فهمیدن که او یه اقیانوسی هستش که ما میتونستیم داخل این به نهنگ، به غول، به اژدها تبدیل بشیم، ولی الان در داخل قفس یا آکواریوم فارسی تبدیل شدیم به ریزماهی های بدون ارج و مقدار. اینها میتونن اینو ببینن، داخل بیان داخل این قضیه و این رو کار بکنن. به هر حال از این بگذاریم. من از این دوستان بسیار متشکرم که چرا اینجوری شده؟ آها اوکی، که عقاید و چیزهاشون رو به من منتقل کردن. بسیار متشکرم از این دوستان. ما دیروز وطن رو خوندیم، فضیلت‌لر رو خوندیم، علم حساب رو هم دیروز خوندیم. ببینیم این فرایض و صفات سلبیه بتونیم اگر این دوتا کتاب رو امروز معرفی بکنیم، خودم هم باهاش آشنا بشم، خیلی عالی میشه. این کتاب اول و بریم کتاب دوم رو. حالا هم اینم صفات سلبیه و سکوتیه. همون اولی رو شروع بکنیم، فرایض، ببینیم چی هست. این فرایض گفته که در سال 900 و اینجا بالا نوشته که فرایض در سال 974 هجری قمری نوشته شده در 112 صفحه. حالا ببینیم این چی هست. دوستان تا الان متوجه شدیم که بعضی از کتاب‌ها رو خود ترک‌ها نوشتن، بعضی ها رو از عربی به ترکی ترجمه کردن.
خب یه نهضت ترجمه بوده. تا الان هم این کتاب هایی که خوندیم اکثرا در دوره عثمانی چاپ شدن. عثمانی بزرگترین امپراتوری آخر ترکی بوده، یعنی ترک ها آخرین امپراتوری بزرگشون که منقرض شد و توسط عوامل داخلی به انقراض کشیده شد عثمانی بود. و عثمانی متهم استش که به خاطر اینکه بعضی شاهان سلاطین به فارسی شعر گفتن، متهم هستن که ترکی رو زبان رسمی نکردن و این دوستان دقت نمی‌کنن که زبان یک امپراتوری نمیتونه رسمی یک زبان داشته باشه. آمریکا که حالا یک ملت نیست، از ملل مختلف داره اونجا جمع میکنه و همه به خاطر اینکه فردی میان، ایندیویدوال هستن اونجا، تبدیل میشن، خودشون میخوان آمریکایی بکنن، از مزایای این کشور استفاده بکنن، بازم زبان رسمی نداره. اعلام کرده که در قانونش هیچ زبان رسمی اینجا نیست، برای اینکه به یک امپراتوری تعلق داره. امپراتوری که هنوز داخلش ملت هایی که زندگی میکنن ادعا ندارن که ملتن، همه خودشون آمریکایی میدونن. حالا این کتاب رو ببینیم. این کتاب ولی عثمانی ها میبینیم که 10,000 جلد کتاب در دوره اونها به ترکی نوشته شده یا ترجمه شده و این در شعر نبوده، شعر هم داخلش بوده، نه اینکه نبوده، اما بیشترش کتاب هایی هستش علمی هن، تحقیقاتی هن، اجتماعی هن. حالا رقبا رو بشناسن و علومشون و فنونشون و اینها رو بشن. کتاب رو داریم میبینیم، این جلدشه. اینجا این کاغذ سفیدی که این پایین هست شماره نام کتابخونه و شماره هستش. اینجا یه آدمی که مهر زده، احتمالاً 1200 یا 1357 یا 1250، من 300 میخونم. این رو یه آدمی به نام مظهر، حالا اینو باید بدونیم میشه خوند یا نه، از سید ایمان عبد اسماعیل، از سید اسماعیل بنفیر مظهر نور الهی. حالا یه چنین چیزی. مصطفی علی، اینجا هم مصطفی علی کسی بوده که احتمالا این کتابو بعدن گرفته، برای اینکه از خطش متوجه میشیم که این نویسنده جدیدن نوشته شده. این کتاب در کتابخونه سلیمانیه نگهداری میشه. اینجا مطلب شروع میشه و من تلاش بکنم که اینو کوچیکش بکنم. این صفحه رو میبینید دوستان، ببینید فرایض ترجمه‌سی، یک کتابی بوده به نام فرایض، اینو ترجمه کردن. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه، حالا یه چند صفحه رو فقط شکلش رو ببینیم. این کتاب آسیب دیده، آب رفته توش، از پایین و از اطراف حاشیه چیز دیده. یه حاشیه نویسی اینجا داره، اینجا هم صفحه بعد هم حاشیه نویسی داره، اینجا صفحه بالا حاشیه نویسی داره. برای حاشیه نویسی این کتاب از رنگ قرمز و برای تغییر فصلها یا موضوعات هم از رنگ قرمز استفاده کردن. ولی میبینیم در این صفحه که کتاب رو حاشیه نویسی به قلم سیاه هم هستش و اینجا موضوعها خیلی تغییر کرده. حالا اینجا از ثلثات و نمیدونم، حالا برمیگردیم اینها رو میبینیم. دوباره اینجا صفحه ها رو میبینیم و اینجا بیشتر هست، هر دو طرف رو نوشتن. در گذشته عرض کردیم کتاب ها به خاطر اینکه کاغذ گران بود، در کتاب حاشیه کتاب 3 حاشیه از هر طرف برگ یا ورق سفید میذاشتن تا خواننده کتاب نقد خودش رو، نظرات خودش رو در مخالفت یا موافقت با اون یا در تکمیل اون سخنان بنویسه. و شما میبینید که این نویسنده هر چیزی که نوشته یه جوری نوشته که با دیگری مخلوط نشه، در دل هم نره، تا
مشخص باشه که موضوع فرق کرده. ایشون در موضوعهای مختلف این کتاب نظرهای مختلفی رو نویسنده اینجا در حاشیه نوشته و با تغییر زاویه قلم و نوشتن تلاش کرده که بگه این مستقله و به قبلی و بعدی ربط نداره. حالا این رو میبینید، این کار قبلا این کار علمی قبلی ها بود، برای اینکه عرض کردم کاغذ بسیار گران بود و وقتی کتاب رو می نوشتن می گفتن که برای اونها کاغذ هم بذاریم که بنویسن و این نشون میده که اون زمان کسایی که درس می خوندن یا کتاب رو مطالعه می کردن خیلی منتقدانه نگاه می کردن. البته در حوزه علمیه هم خود من هم که طلبه بودم درس رو به این شیوه می خوندن، یعنی تمام حاشیه کتاب ها رو می نوشتن، نقد می کردن، استاد هم نقدهای مختلفی رو ارائه میکرد، طلبه ها هم نقدهای خودشون رو به استاد یا به کتاب وارد میکردن و بعد اینها نوشته میشد. بعضی ها، خود من هم این کارو میکردم، یا مثلا من یادم خودم در همون زمانی که در حوزه علمی بودم مثلا شروع کردم به خواندن روانشناسی و خب هر چیزی که از اونجا یاد میگرفتم و با کتاب‌های طلبگی در تضاد بود اونها رو مثلا در حاشیه کتاب‌های یا همون روانشناسی یا همون چیز می نوشتم، کتاب حوزه. ولی خب حالا میگه که چرا حوزه تنقیدی نیست؟ برای اینکه حوزه کتاب‌هایی رو که میخونه، این کتاب‌ها کتاب‌های جدیدی دیگه نیستن. این کتاب‌ها کتاب‌های 800 سال پیش، 1000 سال پیش هستن، 500 سال پیش، 400 سال پیش هستن و اینها اون نظریات رو میخونن. در اینجا اگرم نقدی بکنن زیاد به بحث امروز نمیخوره، بیشتر بحث فکری هستش. البته اگه وارد کتاب‌های جدید بشن چون فکرشون تنقیدی هست میتونن نقدی هم برخورد بکنن، خیلی هم مفید خواهد بود. متاسفانه فکر نکنم که این سیستم بتونه در حوزه حضور داشته باشه. حالا بریم ببینیم این کتاب رو چجوری ترجمه. قبلا دیدیم که وقتی بعضی مثلا حافظ رو ترجمه کردم، ما حافظ رو خوندیم، ترجمه حافظ رو دیدیم که هر بیت اون رو، هر بیتش رو نمی نویسه، کلمش رو می نویسه در داخل بیت و اون کلمه رو ترجمه میکنه و توضیح میده و میره کلمه بعدی، یعنی بیت رو به این شکل توضیح میداد. حالا اسم کتاب فرائض ترجمه‌سی، ترجمه فرائض هستش. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله حمدا الشاکرین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. اما بعد بالکل کیم فرائض بغایت، بالکل کیم فرایız begayet mühim ve köklü ilmidir. Bunu öğretmek farzdır hadis mucibince. Hadis mucibince. میگه این علم یعنی فرائض بغایت مهم، بسیار مهم میده و köklü علمیdir. یک علم ریشه دار هست. دقت بکنید، köklü ریشه دار. Bunu öğretmek، این رو یاد دادن، öğretmek. ببینید öğretmek الان تو تبریز و آذربایجان رواج داره. بیشتر الان در ترکیه یا بعضی جاها öğrenmek یا öğretmek میگن، ولی اینجا öğretmek که نوشته قرداغ ما اینجوری میگیم öğretmek. این به لهجه اون نوشته فرض‌در یعنی واجب هست. و حدیث موجبینجا، یه حدیثی هستش بر اساس اون حدیث، موجبینجا یعنی به اساس اون حدیث. قال النبی علیه السلام تعلم الفرائض و علموها یا علمونها الناس فانها نصف العلم. حضرت نبی فرمودن که سلام بر اون باد، فرائض رو یاد بگیرید و آنها را به مردم یاد بدهی که آنها نصف علمن. فرائض میگه نصف علمه، نگفته که علم هست، گفته که نصف علمه. معنی این چیه؟ معنیسی budur kim Hazret Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur di o könül faraiz yani miras ilmini ve dahi okuruş ve به درستی
به درستی بو علم فرائض نصف علمیdir. حالا بعضی کلمه ها رو نمیتونم بخوام مثلا این اکروش داخل اکروش، این اکروش، حالا اینا نمیدونم مثلا چی هست، یعنی و اینجا دو تا واو هست یا دو تا دی هست و یا بی هستش و اینا رو نمیتونم بخونم. کتاب به نظر من سخت نوشته نشده، ولی خب الان وارد این کتاب شدیم، باید چشمون مغزمون به این حروف عادت بکنه، صداها عادت بکنه. ظاهرا نویسنده هم از کتاب رو فرض بر این گرفته کسانی که این کتاب رو میخونن قبلا یه سواد ترکی دارن، با ترکی استاندارد آشنا هستن، ترکی تخصصی آشنا هستن، حالا اومدن در مورد فرایض میخوان یه کتاب تخصصی تر بخونن، در نتیجه از اون استاندارد استفاده نکرده. علمدür و دی بی گچلا بیر کشی. دیروز هم یه چین کلمه ای رو دیدیم و باز نتونستیم بخونیم. علمدür و او بی گچلا بیر کشی علم فرایض örgense نصف verciye درجیه müstehak olur. حالا یواش یواش باید اینو خوند و örgetse نصف درجیه müstehak olur. پس اگر یاد بگیره نصف درجه رو مستحق میشه و اگر یاد بده نصف دیگر هم مستحق میشه. پس یا بس ol kişinin derecesi kamil olur. حالا من اینو درجه خوندم، نمیدونم حالا درجesi kamil olup ama bu ilm bilmeyip dahi mizan eylese dahi bir kişinin nasibin eksik verse Hakkı Teala üçmekte onun nasibin ekser netikim اکر، احتمالی اکر باشه یا اکثر، نتیکیم حضرت رسالت عزم buyurdu علیه السلام، این احتمالا باشه مخفف علیه السلام باید باشه، عین و میم، buyurdu من ینگز حالا اینجا من نصیب الورثته به غیر علم فقط نقص الله تعالی عن نصیبه فی الجنه. هر کسی که حالا یه حدیث میگه هر کسی نصیب ورثه رو به غیر علم، اگر بدون آگاهی، بدون اراده، بدون اینکه واقعا دلش بخواد کاهش بده یا ازش بگیره یا کم بکنه، اینجوری بگیم کم بکنه، خداوند در دنیا نصیبش رو در جنت کمتر خواهد کرد. Pes bu elmi faraiz öğrenmek gerek. Bir neçe faydelerden ötürü birisi odur ki cennette nasip naks olmaya. Zira bunun sübuti Kur'an'la ve yahud hadisle dür. هر چیشی چی. حالا ببینید نمیخوایم کتاب رو بخونیم که ایراد بگیریم یا نتونیم، میخوایم بگیم این کتاب در مورد فرایض هستش و اهمیت اون به زبان ترکی ترجمه شده، ولی خب به هر حال به زبان ترکی این توانایی رو داره که اگه که زبانی که قبلا زبان بسیار مترقی بوده. دوستان زبان عربی در وقتی که حضرت رسول اومده زبان از هر جهت عرب ها مترقی بودن. من عرض کردم یکی از اونها اینه که این زبان توانایی انتقال معانی عقلی رو داشته، زبان فارسی هنوزم نداره. مجرد رو، معانی مجرد یعنی غیر مادی رو زبان فارسی خیلی نمیتونه الان بگه.
بیان مفاهیم مجرد یا عقلی زبان فارسی مجبوره حتی در زبان چیز، در بیان مادیات، مفاهیم و مقوله های مربوط به مادیات و قابل لمس هم زبان فارسی مجبوره که از دیگر زبان ها کمک بگیره. حالا فرانسوی باشه، آلمانی باشه، روسی باشه، انگلیسی باشه، عربی باشه، ترکی باشه، هر کدوم باشه مهم نیست، ولی داره ازشون کمک میگیره تا یه مفهوم مادی رو برسونه. در حال که زبان عربی در اون تاریخ میتونسته مفاهیم عقلی و مجرد غیر مادی رو بیان بکنه. این خیلی مهمه. از طرف دیگه مثلا این ملت عرب ها، این ملت عرب به قدری به انسانیت رسیده بودن که برای اینکه جنگ جلوشو بگیرن حداقل در هر سال 4 ماه رو گفته بودن آقا در اینجا جنگ نکنید و همه توافق کرده بودن، تمامی قبایل عرب توافق کرده بودن در اون 4 ماه حرام هستش جنگیدن. خب این هم خیلی مهم بود برای اینکه حداقل 4 ماه صلح بود. یعنی شما مطمئن بود که اگه جنگ هم بود آقا به این ماه که رسید جنگ میخوابه، مردم میرن زندگیشون رو میکنن. ببینید، یا مثلا صدها مجسمه که خدای هر قوم و هر خانواده‌ای میتونست باشه به راحتی در مکه جا گرفته بود و هیچ طرفدار هیچ خدایی با خدایان دیگر دعوا نمی‌کرد که من حقیقتم تو حقیقت نیستی. اینقدر از نظر عقلی تحمل، بردباری همدیگر رو داشتن، هم به عقاید همدیگر احترام میذاشتن. من دیروز در بحث دیروز که بعد از اینکه بحث رو تموم کردم در نوشتن حدوداً 6 ساعتم نوشتنش ادامه پیدا کرد، یعنی در اون مورد داشتم می نوشتم. خب بعضی مسائلی رو که در ویدیو گفتم در اونجا مطرح نشده برای اینکه ویدیو هست، یه حرفای جدیدی رو اونجا بعضا می نویسم. در اونجا گفتم که زبان فارسی زبان خشونت و زبان به رسمیت نشناختن تن و جسم دیگری هست. این فرقی نمیکنه که زن من باشه، شوهر من باشه، بچه من باشه، پدر من باشه، برادر من باشه، مادر من باشه، خواهر من باشه، فامیل من باشه، همسایه من باشه، همکار من باشه یا همشهری من باشه، فرقی نمیکنه، یا کشورهای همسایه باشه. ما زبان فارسی زبان خشونت هست، زبان توهین و تحقیره، زبان زوره، از زمان منطق نیست. در نتیجه توش نمیشه از منطق و فلسفه حرف زد، برای اینکه حتی دیگه متخصصان فارس هم میگن آقا زبان فارسی حتی برای کلمه فلسفه هم نتونسته یه کلمه درست بکنه که بگه آقا ما در مورد چی داریم صحبت میکنیم، فلسفه یعنی چی. و وقتی که میخوان در مورد فلسفه صحبت باید بگن که فلسفه معنیش چیه، از کدوم زبان اومده به اینجا و معنیش چی هست. خب یعنی اینو دیگه خودشون هم فهمیدن که این زبان چیزی نیست، زبان محترمی نیست، زبان جنگه، زبان برای همین این زبان شما رو تربیت میکنه. ما چیزی جز زبان نیستیم، ما در خارج از زبان چیزی نیستیم، میشیم مثل حیوانات. اون چیزی که ما رو فرق ایجاد کرده بین ما و حیوان، جدا کرده ما رو، این زبانه. و این زبان وقتی که ما رو شکل میده، عقل ما رو، رفتار ما رو، احساسات ما رو، نگاه ما به دنیا رو، نگاه ما به انسان ها رو دشمنانه ایجاد میکنه. شما میبینید که در تاریخ 200 سال اخیر زبان فارسی مرزهای بین المللی رو هم به رسمیت نمیشناسه. قوانین بین المللی رو، قوانین کنسولی، سفارت ها سرزمین یک کشوری در داخل کشور شماست. وقتی شما به اینجا حمله بکنید، سنگ بزنید، آدم‌هاشو اسیر بکنید، نمیدونم 444 روز اسیر نگه دارید، بعد اسنادشو بردارید، امکاناتشو بردارید و اینا، همونطور که به هم احترام نمیذارن به کشورهای دیگر هم احترام نمیذارن. حالا اینها بحثایی بود که هم دیروز صحبت کردم هم امروز گفتم. به هر حال زبان ترکی این استعداد رو داره که
مفاهیم مجرد رو بیان بکنه. یکی از راه‌های بیان مفاهیم مجرد اینه که خود ترک‌ها کتاب بنویسن، مقولات جدیدی رو بنویسن یا مقولات قدیم رو با نگاه جدید بنویسن. یه راه دیگه اینه که از نوشته‌های دیگر ملل استفاده بکنن، اونها رو ترجمه بکنن برای اینکه نگاه اونها رو، جهانبینی اونها رو، زاویه دید اونها رو، سطح نگرش و سطح تکنولوژی و سطح دانش اونها رو به داخل ترک‌ها وارد بکنن. این هم یه روش دیگه است. حالا با اجازهتون برای اینکه خیلی این کتاب 112 صفحه است، من برم تو صفحه 50 ببینم که حالا از 50 هم یه چند تا سطر بخونیم، ببینیم که ترکی در اونجا چه شکلی میشه. این صفحه 50 اومدیم به صفحه 50. خیلی آب ریخته اینجا دیگه. ببینید این حاشیه یه چیزهایی نوشته، هم با مداد قرمز، رنگ قرمز، هم با رنگ سیاه، که من اینها رو امته، خالته، امها نمیدونم یعنی چی، من اینها رو نمیدونم. حالا بریم تو متن کتاب. ببین اینجا مسئله هست. مسئله مثل همین فقه امروز دیگه، وقتی ملاها میخوان یه چیز رو بگن میگن مسئلتون، یعنی یه مسئله هست، یه مشکلی هست. Bir kişi anasının emmesinin veya خود oğlu گفتی و دخی anasının emmesinin و خالاسının kızının. اونجا بالا oğlu بود، این kızının oğlu گوی و یا گزه گویدی. نمیدونم یعنی چی این گودی گودی. بوندن دخی بنانن مال آنا طرفیnden kızın veya خود oğlunun alverdira ki tutuptur ol bir sügut olur. Bilkol ki bu atanın ve ananın emmeler ve hale ve خاله‌leri احتمالاً باشه و خاله‌leri و دخی اولادları ki ne kadar Irak olursa bundan müntegil bir sıfattır. احتمالاً این باشه bir sınıftır. Pes bunlarda kimse olmasa asla ol vakt hükm miras müntegil olur ata anasının ve dahi ata anasının emmeleri ve hal ve haleleri احتمالا نمیدونم من و مال و خاله‌leri یا حال و خاله‌leri و دخی اولادlarına و دخی anasının emmeleri ve خال و خاله‌leri. این خال باشه اونجا، بعضی جاها ننوشته خال و خاله‌leri و دخیlerine نه تا کی. این کلمه رو هی اینجا میبینم ولی نمیتونم بخونم. کندو متن این نو هستش آخرش، حالا ولی اینجا میه هست یا ته هست یا تشدید این چی هست اینو نمیتونم بخونم متاسفانه. کندو آناسی و آناسی امسی و خاله‌leri و داخی اولادları ارسنده
Ürsünden ölür ise bunlara dahi kısmet bulur. Mesela bir kişi anası, anasının emmesi ve ya خال مثل اینکه عمو میشه، خاله هم میشه عمه مثلا، این یه چیزی نمیدونم. خالسی گوه و دخی خال، البته خاله میشه ولی مثل اینکه خال هم عمو میشه، یه چیزی نمیدونم. حالا این دخی آناسینین امسی و یا حالا داره توضیح میده. این خیلی دیگه نمیدونم مربوط به ارث هستش، مربوط به چی هستش که داره اینو میگه که مثلا چند نسل این اطراف مادر بره به طرف مادر، از مادر به قبل، یعنی مادر به بعد نه. مثلا مادر من خواهر داره که و اون خواهرهاش هر کدوم دخترها دارن یا پسرها دارن، اینا رو نمیگه، میگه که قبلش مادر من و مادر من و اگر مادر من مادرش خواهرها داشته، برادرها داشته، عموها و خاله ها، اینا میگه که اونها رو اگه مثلا چی میشه نمیدونم، رابطه اونجا چه شکلی میشه، مثلا آیا در رابطه با ازدواجشون مثلا صحبت میکنه. مثلا ظاهرا باید این باشه که حدس من اینه که مثلا من میتونم با دختران خاله هام ازدواج بکنم، پسران خاله ها هم میتونم با خواهران من یا با دختران من ازدواج بکنن، چون که از اینجا به بعده، از مادرم به بعده. ولی مثلا من نمیتونم با مثلا خاله مادرم ازدواج بکنم مثلا. البته نمیدونم اینجا مثلا بچه هاشونم میاره، میگم خیلی قاطیه، اینو دیگه خیلی تخصصیه و کتاب رو باید از یه جایی شروع کرد، از وسط که نمیشه خوند، یواش یواش به محتوای فکیون آشنا شد و فهمید چی هست. ما از وسط یه جایی رو باز میکنیم، نه اولش رو میدونیم نه بعدش رو میدونیم، در نتیجه هم خوندنش سخت میشه. چون مثلا فرض بکنید الان من تو صفحه 50 هستم، اگر مثلا 5 صفحه این رو خونده بودم، با این چشم با این املاش آشنا میشد، کلمات در جمله معنی پیدا کرده بود تا الان. مثلا این که امنین قزı اول اما قزı olur o bize sugud. حالا این مثلا این چیه اینجا؟ مثلا اولر، مثلا سگود اولر زیرا او کız گبدر، یعنی چی؟ مثلا گبدر پس گربدر. حالا اینو مثلا متوجه میشم این گرب میتونه باشه، پس گرب وارکن یعنی یخن نزدیک، گربدر پس گرب وارکن. حالا مثلا اینو الان این گربدر رو متوجه شدیم که اینجا اگه گرب بشه که خب میشه مثلا یواش یواش وارکن بعد نسنه. حالا این چیه؟ مثلا این کلمه رو میایم مثلا به میراث حقدر، بو میراثه مثلا حقدر. حالا اینا رو یواش یواش چشمون به کلمه عادت میکنه. اگه کلمه رو اینجا نتونستیم بخونیم، ممکن سطر بعد داخل جمله بفهمیم که این چه معنی داره، چجوری چی خونده میشه، الان اینجا چه میشه خوند. اینها رو اونجا میتونیم بفهمیم. به هر حال در اینجا هم متوجه شدیم که این کتاب ترکی هستش و هنوز داره میره و خیلی تخصصیه، برای اینکه یه مسئله غامضی که من حتی نتونستم بفهمم که این مثلا چند تا نسل رو داره چیز میکنه، برام اینقدر سخته. بذار ببینیم فصل فی جمل فی الحمل چیه؟ بل کلی که حملون با که شرط واردر میراث hükmünde biri budur ki وقت اولوکده
موجود و ظاهر olmuş ola و biri dahi budur ki. ببینید این کلمه رو اونجا هم نتونستیم بخونیم. البته شاید مثلا بعضی وقتا کتاب رو کوتاه بکنیم، کوچیکش بکنیم، خوندنش راحت باشه، بعضی وقتا بزرگش بکنیم راحت باشه. میشه کتاب رو، به نظر من کتاب سختی نیست. یعنی من خودم الان دارم میگم مثلا با این خط دارم عادت بکنم، به دیدن این خط عادت بکنم، به نظرم میاد که میتونم این کتاب رو بخونم. مثلا اینجا در مورد حاملگی صحبت میکنه. Hamile kardeşin öğreti. Hala mesela ve eğer bu hamle kız olursa ol mevkuf am olur. Zira bu garabi erham dulvar. حالا به هر حال نمیتونم بخونم ولی فکر میکنم که میشه خوند. بریم یه صفحه دیگر رو هم باز بکنیم از آخر کتاب. آخر کتاب بوده اتفاقا. مبارک رمضان. حالا اینجا چیه؟ ببینیم این یه تاریخ اینجا برای این کتاب نوشته انگار. این ظاهرا اینجا تا 974 رو نوشته. اینجا هم همین رو نوشته بود، درسته؟ مبارک رمضان شریفون اوایلinde ابتدا ettim. در اوایل رمضان کتاب رو شروع کرده. زیلقعده شریفون اواخرinde تمام oldu. در اواخر زیلقعده، ماه زیلقعده هم کتاب رو تمام کرد. جمعه günü öğlen tamam oldu. Cuma günü öğleyin فکر می‌کنم öğlen یعنی ظهر تمام oldu. 974. پس کتاب در از رمضان شروع شده، اول رمضان شروع شده، در آخر زیلقعده هم ابتدا ettim. زیلقعده شریفinin اواخرinde. حالا بگیم که مثلا 25 زیلقعده، 24 زیلقعده یا 27 زیلقعده هم کتاب رو تموم کرده در 970 سال 974 هجری قمری. یعنی که این کتاب حدود 500 سال پیش نوشته شده. حالا دوباره اینجا این رو بالای کتاب به عنوان یک چیز گذاشته، یا حاشیه نوشته برای کتاب. اصلا اسم کتاب این حاشیه، یعنی سفیدی رو بهش میگن حاشیه، اینجا رو هم میگن حاشیه نویسی. اگه کسی اینجا یه چیزی بنویسه میگن حاشیه نویسی، یعنی اون حاشیه رو یه چیزی نوشته. حالا دوباره اینجا یه مسئله هستش، دوباره اینجا مسئله دیگری هستش. ببینیم که آیا نویسنده اسمش هست یا اللهم اغفر صاحب هذا النسخه الشریفه و لکاتبه و لقا. حالا اینو فکر کنم یه کسی دیگه نوشته. این قلم گفته که خدایا رحمت کن صاحب این کتاب رو، این نسخه شریفه، و لکاتبه و نویسنده رو، و لقائله احتمالاً رگارعهی قرائت کننده خواننده این کتاب رو هم رحمت کن، ولی ناظرهی و به کسی که داره نگاه میکنه، به شما هم میگه ناظرهی، و به جمیع المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات به رحمت که یا ارحم الراحمین. حالا ببینیم اسمی ازش هست. قد فوقع الفراغ من التحریر هذا النسخه من ید الفقیر مصطفی ابن علی المحتاج الى رحمت الله تعالی عفا عنهما. مصطفی ابن علی، این نویسنده کتاب اسمش مصطفی ابن علی بوده. این هم یه کسی دیگه ای نوشته، البته شبیه این قلم هست، نه اینکه نیست، ولی این رو نوشته که نویسنده این هست. این کتاب رو ثم فی اواخر ذوالقعده شریفه 984 هم این کتاب رو چیکار کرده؟ یکی احتمالاً کپی کرده این کتاب رو. این هم از این کتاب اسمش بود فرایض، به زبان از عربی به زبان فارسی ترجمه شده. کتاب تخصصی حقوقی هست ظاهراً، برای اینکه در مورد میراث و اینجور چیزا صحبت میکنه.
اینجا یه مسئله دوباره مسئله هستش که ببینید مثلا این همون کلمه رو دوباره اینجا احتمالاً در مورد میگم مسائل شرعی، فقهی، حقوقی داره صحبت میکنه. مسائل شرعی و فقهی و حقوقی هم از دیدگاه دین هست، هم از دیدگاه اجتماع. به هر حال مسائل بسیار بغرنجی رو هم مطرح میکنه که متخصصان حقوق میتونن به راحتی سر در بیان. حالا ما این حقوق رو به هر شکلی اینجا الان اجرا میکنیم، یعنی ممکن حتی مجلس قانون تصویب کرده باشه، ولی مثلا در مورد وصیت قبلا یک کتاب خوندیم، مثلا من اگه بمیرم اموالی اگر داشته باشم این چه شکلی تقسیم میشه. حالا شرع یه چیزی گفته، حقوق هم اومده بر اساس اون چیزی که تو جامعه رایجه یه حقوق بعضا هم لغو کرده، یه حقوق جدید گذاشته. خود قرآن هم همین کارو کرده. خود قرآن هم 10 ها دستور داره که بهش میگن ناسخ منسوخ، یعنی اول یه حکمی رو داده در قرآن، بعد مثلا 1 سال بعد، 2 سال بعد، 5 سال بعد برعکس اون رو داده، گفته نه آقا اون دیگه حذف شد، اونو بگن منسوخ شد دیگه، اون حذف شد، اون کاربرد نداره. به قرآن یک کتابیه. قرآن در اصل کتاب زمانه هست، با زمان تغییر میکنه. من دیدگاه هم این هست، خود قرآن راه رو نشون میده که وقتی زمان تغییر کرد احکام تغییر میکنه. حتی نماز هم همینطوره، روزه هم همینطوره، زکات هم همینطوره، نمیدونم همه چیز همینطوره. یعنی هیچ چیزی ثابتی جز 2 تا چیز وجود نداره، 3 تا حتی. یکی این که خدا الله واحد هست، زاده نمیشه، نمیزاد، محتاج هیچ کسی نیست، این الله. دوم این که محمد فرستاده و بنده خداست، فرشته نیست، انسانه. سوم این که مرگ حتمیه و قیامت خواهد بود، تموم شد. بقیه چیزها در قرآن تغییر میکنه. این کتاب رو حالا یه مقدار خوندیم، با اجازهتون بریم کتاب بعدی رو باز بکنیم ببینیم که کتاب بعدی صفات سلبیه و ثبوتیه. دوستان این کتاب صفات سلبیه و ثبوتیه 20 صفحه است ظاهرا، اینجا 10 برگه. من اینو کوچیکش بکنم که اول یه دید کلی به کتاب داشته باشیم. جلد کتاب به من میگه که این در دوره عثمانی نوشته شده، برای اینکه نقاشی که روی این هست نقاشی از نوع نقاشی های عثمانی روی آبه به نظر من. کتاب الان داریم 2 صفحه‌ای که باز شده رو میبینیم. این کتاب هم در سلیمانیه، کتابخانه سلیمانیه نگهداری میشه. این کتاب استاندارده، برعکس اون کتاب قبلی که صداهای خط رو، خطوط رو با روی و زیر اون نذاشته بود. این کتاب استانداردش کرده، یعنی گفته که آقا ممکنه یکی مثل انصاف علی ترکی بلد نباشه بیاد این کتاب رو بخواد بخونه، خب من صداهایی که باید اون درکش بکنه، ببینه، درکش بکنه، مغزش اونها رو ترجمه بکنه به صدا و اون صدا رو در بیاره و هم خودش بشینه هم بشنونده بشینه و بتونه تازه صدا رو دوباره درک بکنه که این صدا به چه معنی هست. در نتیجه اومده از این حالت استاندارد هم عرض کردم، مثل قرآن زبر، زیر و فتحه و کسره و ضمه و سکون و آ و ای و او و تشدید رو گذاشته. حالا داریم الان این کتاب رو همینجوری ورق میزنیم، یه نگاهی به کلی به چیز بندازیم. اینجا دوباره اومده با روی بعضی از کلمات و جمله ها
خط کشیده. این به معنی اینه که اینجا یا یه چیز مهمیه، یه چیزی عوض میشه اول فصل مثلا، یا اینکه یه آیه هست، یه سخن از خارجی هست. اینها رو میبینیم. این پیغمبر، کلمه پیغمبر رو علیه السلام دوباره اینجا شنیدم. دوستان کاش کمک بکنم بفهمیم که پیغمبر از کدوم زبان وارد ریشه گرفته. اینجا تموم میشه کتاب. حالا برگردیم دوباره اولش. ببینید این کتاب 20 صفحه است در مورد صفات سلبیه و ثبوتیه. یعنی چی؟ در عقاید اسلامی و در عقاید ادیان توحیدی شما بعضی چیزها رو حق ندارید به خداوند نسبت بدید. نمیتونید بگید خداوند ظالمه، نمیدونید بگید که خداوند پدر داره، مادر داره. الله، ببخشید خداوند نه، الله ظالمه، الله تاریکه، الله مخلوقه، الله زن داره یا مرده یا زنه یا مذکره یا مؤنثه. نمیتونید بگید. یعنی یه صفاتی هست، بخیله، بی قدرته، بی دانشه، مخلوق شده، خلق شده، خودش در یک زمانی به دنیا اومده، در یک زمانی از دنیا خواهد رفت. اینها رو نمیتونید، این چنین صفاتی رو به خدا نمیتونید بچسبونید، چون که اینا صفات مادی هستن. مثلا یه صفاتی هستش که ثبوتیه، یعنی به خدا نسبت میدیم، باید باشه. بزرگه، مهربانه، ازلیه، یعنی بدون تاریخه، ابتدا نداشته، همیشه بوده. مثلا ابدیه، همیشه خواهد بود. خالقه، مخلوق نیست، خالقه. کریمه، رحمانه، رحیمه، عادله. مثلا من البته فکر نمی کنم این جزو اون صفتی باشه که باید به خدا نسبت داد، برای اینکه عدالت یه چیز، یه مفهوم بشری هستش به نظر من. حالا به هر حال این کتاب در رابطه با این درون دینیه. ببینید این کتاب در رابطه با فلسفه نیست. این کتاب شما یه چیز رو باور کردید، به عنوان خدا قبول کردید. حالا میگه آقا شما این که باور کردید، این صفات رو نباید بهش بدی، این صفات رو باید بهش بدی. تموم شد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی هدانا للاسلام و جعلنا من امت محمد علیه الصلاة و السلام و علی آله العظام و اصحابه الکرام. کتاب خیلی خط خوبی نوشته شده. من دیگه گل نمیافتم تو این کتاب، خیلی کم به گل خواهم افتاد. بوندن سنرا و علی صحابه الکرام. ببینید مثلا اینجا یه میم گذاشته بین صحاب الکرام، یه میم گذاشته. این میم نیست، الکرام. حالا بالاش یه چیزی گذاشته برای اینکه زیبا دیده بشه، حالا ساکنه احتمالاً اینجا، چون اینجا دیدم العظام رو هم همین کارو کرده. به نظر ما که این ساکنه گذاشته اینجا، این دیگه میم نیست، ولی میتونه ما رو فریب بده. البته مثلا من به زبان عربی چون بیشتر از زبان ترکی آگاه و آشنا هستم، در نتیجه اگر روی کلمه ترکی اینو گذاشته بود حالا افتاده بودم به گل. بوندن سنرا، نگاه کنید این سنره رو قدم نون غنه رو با که می نوشتن. اینجا هم می بینیم با یه ساکن هم روش گذاره. بون، او رو نگاه کنید، بو. بوندن سنره، معلوم اولا کی، بن کیه، نویسنده کتاب کیه، بن من داوود بن محمد القارسی هتقی درمکه.
حتقی الدرمکه اسمش چیه؟ داوود، فرزند محمد قارسی الحتقی درمکه. عقاید اهل سنت و جماعت، ضروریات دینیه و آنا ملحق اولنلر cümle mükellefin müslimin ve müselmane bilmesi farz eyni ve vacib olub ve amanetü ve amantu billahi. اینجا آیه هست، حالا هرچی هست. و امنت بالله حدیث şerif cümlesini icmalen cami olduğundan fil cümle taksi ve ما تردبهو. حالا این دیگه اینجا رو هم دیگه نتونستم بخونم، برای اینکه کتاب خیلی آسیب دیده اینجا دوستان. این قسمت کتاب آسیب دیده، آب ریخته شده، کهنه شده و ساییده شده، سفیدی این رنگ ها از بین رفته. احتمالا یکی میخواسته آبی چیزی ریخته بوده اینو پاک بکنه، رنگ رو پاک کرده. میبینیم که اینجا آسیب دیده. در هر حال بعد از بسم الله، بعد از سه جمله که به عربی، 2 سطر که به عربی گفته، شروع میکنه به معرفی نویسنده، معرفی کتاب و نویسنده. و اون وقت میگه که این میتونه اینم الحنفی باشه دوستان، اینم میتونیم الحنفی درمکه به القارسی یا الحنفی درمکه. عقاید اهل سنت و جماعت، ضروریات دینیه و آنا ملحق اولنلر، در مورد ضروریات عقاید دینی و ضروریات دین حنفی، اهل سنت و جماعت. اینو داره اینجا میگه که ما میخوایم در مورد این بدونیم. حالا یه حدیث هم هستش که میگه آمنت بالله، به الله ایمان آوردم. در نتیجه میگه به خاطر این حدیث هم چیکار، وقتی که میگه ایمان آوردید دیگه باید چیکار بکنید؟ اونها رو یاد بگیرید. حالا بریم صفحه دیگری رو بخونیم که ببینیم میتونیم ازش تاریخی چیزی در بیاریم. این خیلی عالی میشه. این قسمت رو دیگه ول کردیم دیگه، حالا اسمش رو فهمیدیم چی هست. دوباره آمنت بالله گتردم الله تعالی hazretlerine mevcuttur ve kemal sıfatleriyle muttasiftir. اولا معلوم اولا کی، حالا اینها چی بوده دیگه رفته. حضرتleri hakkında her mükellefin ve maturidiyeden عربی رو اینجا آورده. دن اولان مسلم و مسلمه فرض اینیdir ki 22 صفات bilmesi فرض ده. یعنی 22 صفات خداوند هسته. میگه که این رو وقتی یکی به مکلفی شروع شده، ازل به کار میبرم، میگه میخوام، یعنی ابتدا نداشته، این موجود بوده، ذاتش وجود داشته. همین که وجود داشته اینو باید بپذیرید. و ذاتدن وجودون bir anda انگزای و ayrılması جایز değildir. و نمیتونیم فرض بکنیم که برای 1 ثانیه هم 1 میلیونم ثانیه هم این وجودش بی وجود بشه. bir anda انگزاسی و ayrılması جدا شدن جایز değildir. değildir. زیرا واجب الوجودdur. چون که اون واجب الوجوده. حالا و بشی دخی صفات سلبیه داره. 5 تا هم صفات سلبیه داره. قدم، بقا، قیام به نفسه و وحدت، مخالفت للحوادث. اینجا دیگه داره در مورد صفات خدا از منظر اهل سنت صحبت میکنه. 21 تا صفات
چیز داره، مثبت داره و 5 تا هم گفت صفات و بشی دخیل صفات سلبیه هست. 5 تا هم صفات سلبیه وجود داره که حالا اینها هم چی هست؟ آیا قدم، بقا، قیام به نفسه، وحدت، مخالفت للحوادث. Yani gidem ile müttesaf demek o evveli yoktur ve asla üzerine adam ve yokluk sibget etmemiştir demektir. Ve bega ile müttesaf demek ahiri yoktur. Yani sonu. Ahiri yoktur ve asla üzerine adam ve yokluk lahik olmaz demektir. Ve kıyam be nefsi ile müttesef demek kendi zatıyla kaimdir, asla bir mekana muhtaç değildir demek ve vahdet ile müttesef demek. حالا تعریف میکنه که آقا این که قدم گفتیم یعنی چی، بقا گفتیم یعنی چی، قیام به نفس یعنی چی، وحدت یعنی چی، مخالفت للحوادث، اینا رو داره تعریف میکنه. یعنی هر کلمه‌ای که ببین یک کار علمی در میان علمای اسلامی که ما دیگه میگم حالا از اسلام و مسلمانی و جامعه اسلامی و ملاها مسجد و منبر و حوزه علمی و اینا مکدر شدیم و بیزار شدیم و اینها و حقمون هم هست، حق داریم که از اینها متنفر بشیم، برای اینکه اینها ساخته ملاهاست. همون دور که در این 50 سال اخیر میبینیم که تمامی جرم و جنایت رو هم ساکت موندن، هم تلاش کردن که قبول بکنن، بگن درسته این جرم و جنایت باید باشه و قوانین رو هم که دلشون میخواد اجرا میکنن دیگه. حدیث میسازن خودشون. اینا اون روحانی که در تهران تو گناز تیوی در برنامه تلویزیونی شرکت میکرد، برنامه من، اون گفتش که آقا کتاب فلان مثلا 110 جلده، مثلا اون 110 جلدش اگه جمع بکنی شاید نیم جلدش هم حدیث صحیح نباشه. این خیلی مهمه. یعنی یک کتاب رو ملاها اومدن بر اساس نیاز خودشون، منافع خودشون، اینکه یه شغل دیگه، یه شغله، این شغل رو خواستن زنده نگه دارن، پول در بیارن ازش، اومدن هی بهش اضافه کردن. ولی در گذشته، اینو میخواستم بگم، در گذشته مولا نبودن، اونا عالم بودن، اونا میرفتن تحصیل میکردن، میرفتن تو بازار، تو یه جای کارم میکردن، زندگی میکردن، از طریق نماز خوندن و نوحه خواندن و اینا زندگیشون نمیگذشت، دروغ نمیبافتن. برای همین اونها هر کلمه‌ای رو که میخواستن دربارش صحبت بکنن اول اونو تعریف میکردن، چون اونو یاد گرفتن. از نظر فلسفی، از نظر فکری ما باید بگیم آقا در مورد چی صحبت میکنیم. اینجا همینه، میگه آقا قدم یعنی چی؟ ببینید اینجا میگه یعنی قدم ایله متصف دمک. میگه قدم یعنی چی؟ یعنی با این کلمه متصف میشه خداوند. اولی یقدر، اول نداره. قدم یعنی چی؟ ابتدا نداره. و اصلا üzerine adam yokluk sibget etmemiştir. و میگه اصلا نیستی و عدم، یقلق نیستی، عدم هم که عدمه، جفتش یکیه، یکی عربی یکی ترکیه. عدم عربیه، یقلق ترکیه. ما الان میگیم یخلق. یقلق سبقت etmemiştir. هیچ وقت عدم بر وجود الله پیشی نداشته. یعنی هیچ وقت این اتفاق نیفته که خداوند برای 1 میلیونم ثانیه هم نیست بشه. همیشه بوده، قدم داشته. قدم یعنی قدمت، قدیمی. دمکتور، این یعنی میگه به این معنیه که این همیشه بوده و هیچ وقت عدم نبوده. هیچ بگیم زمانی نبوده که خدا نبوده. اینجوری. و بقا، حالا این بالا بقا چی بود؟ گفت آقا بقا رو تعریف کن. و بقا ایله متصف دمک. و اگه بگیم خداوند به بقا متصفه یعنی چی؟ آخری یقدر، یعنی سون یقدر، یعنی نهایتی نداره، انتها نداره. خداییش، خدا و خداییش انتها نداره.
ve asla üzerine adam ve yokluk lahik olmaz demektir. یعنی هیچ وقت در آینده این عدم نخواهد شد، نیست نخواهد شد. یقلق olmayacaktır، لاحق نمیشه به خداوند. قیام به نفسه یعنی چی؟ میگه آقا تعریف بکنیم. و قیام به نفسه ایله متصف demek kendi یعنی ذات، kendi ذاتیyle یعنی ذات الهی قائمدür، اصلا bir مکانه محتاج değildir. میگه که این به ذات خودش متصفه. ما اگر هستیم، ما انسان ها به خاطر اینکه روی زمین هستیم، روی یه چیزی هستیم. میگه برای اون زمان مکان لازم نیست، زمان لازم نیست، اون ذاتش وجود داشته، خارج از زمان و مکانه. اصلا bir مکانه محتاج değildir demek. به این معنی است، demek یعنی به این معنی است که ذاتش محتاج به مکان نیست اصلا. و وحدت یعنی چی؟ و وحدت ایل متصف demek یعنی وحدت یعنی چی؟ تعریف کرده ذاتینده و صفاتینده و افعالینده اصلا شریکی و نظیری یقدر demek. خود الله در ذاتش و صفاتش، همین صفاتی گفت، صفاتش و افعالش در کارهای خلق زمین و انسان و ملائکه و هر چی که ما فکر میکنیم در اینها. حالا بعدا من یه فیلسوفی شنیدم که باهاش درس میخوندم، اون میگفت که خداوند اگر برای یک لحظه، خدا بیامرزه، خدا رحمتش بکنه، این فیلسوف آیت الله بسیار گرانقدری بود، بسیار آدم شریفی بود، اون میگفت که اگر خداوند برای 1,000,000 ثانیه از افاضه وجودش استراحت بکنه، خدایش از بین میره. خداوند نمیتونه رحمتشو ساطع نکنه، نمیتونه خلقشو برای یه لحظه بگه من دیگه خلق نمیکنم. اون عالم اونی میگفت، حالا من متوجه میشم مثلا میگه آقا دنیا در حال انبساطه، در هر ثانیه مثلا چند میلیون کیلومتر داره به دنیا اضافه میشه، برای اینکه این مثلا همون شاید به معنی همون باشه که اون استاد ما خدا بیامرز در تبریز به ما یاد داد. میگه که حالا در این صفات که ذاتی خداوند هستش و در افعالش اصلا شریک و نظیری نداره، به این معنی. و مخالفت للحوادث یعنی چی؟ اون حوادث یعنی چی؟ و مخالفت للحوادث ایل متصف demek مخلوقاتین ده اصلا bir nesneye bir vecih ile beğenmez demektir. میگه مخلوقاتین ده اصلا bir nesneye bir vecih ile benzemez. در هیچ جهت و در هیچ چیزی اگه بخوای بگیم، یا در هیچ جهتی، همین دیگه جهتش بهتره، جهتی به bir nesneye، به یه چیزی که موجود هست شبیه نیست. و 8 صفات ذاتیه دور، 8 صفات ذاتیه داره: حیوت، علم، سمع، بصر، ارادت، قدرت، کلام، تکوین دور. این 8 هم میگه صفات ذاتی هستش. حالا احتمالاً اونجا من 22 صفات bilmesi birisi صفات نفسیه دور که حالا وجود یعنی اینجا داره توضیح میده اینو دیگه، بعدی ادامه نداد، نمیدونم چرا از اون 21 تا. حالا احتمالا یکی از اینجا شروع میکنه، بعد اینا دیگه 5 تا اینجا بود، دوباره میاد تقسیم بندی جدیدی ارائه میده که در اونجا اینا هستن و اینها رو تعریف میکنه. مثلا نگاه کنید، صفات ذاتیه دور کی؟ حیوت. حالا ببینیم حیوت چیه.
Bunlar صفات ثبوتیه و معانیه و حقیقیه اینها صفاتیه که به خدا نسبت داده میشه، ثبوتی معانیه یعنی دارای معنی هست یا همراه با خداست و حقیقیه دلر دیرلر یا درلر، اینجا دیرلر یعنی حیوت ایله متصف demek صفات حقیقی موجوده olan hayvat ile heyder hayyüdür. Hayvat ne demektir? Ki hayyüdür. Hayyüdür demek zatıyla. Hayy demek değildir. حالا اینجا دیگه من میفتم به چیز. نتم معتزله و حکما öyle زعم ettiler و hayvat صفت bir şey'e تعلق etmez. میگه که معتزله گفتن که نه این haydır demek zatileri hay demek değildir. میگه که ذات خداوند حق نیست، میگه این به معنی که معتزله گفتن نیستش. حالا اینو اینجا معتزله رو مثلا نظرشون رو رد کرده. البته عرض بکنم در میان مسلمانان نهله های فکری، گروه های فکری یا مکتب های فکری بسیار زیادی وجود داره. یکی از اونها که عقلانی ترینشون معتزله هست که قرآن رو هم تلاش میکنن بر اساس عقل درک بکنن و اگر معتقد بودن چیزی بر ضد عقل باشه در قرآن هم باشه باید اونو کنار گذاشت یا تفسیری ازش ارائه داد که قابل قبول و عقلانی بشه از اون کلمه. گفت آقا این یه تفسیری عقلانی ازش بدیم. این بعداً وارد فقه شد، بعداً وارد قوانین بین الملل شد. گفتن آقا مثلا آمریکا قانون اساسیشو برعکس چیزی که تو ایران میگن مینویسن، هی آدم تو سوشیال میبینه که این آدم‌های نیم بند انگشتی دارن مینویسن که آقا قانون اساسی در دنیا هر 10 سال عوض میشه. یه چنین چیزی وجود نداره دوستان. مثلا انگلستان قانون اساسی نداره اصلا عوض بشه، قانونش بر اساس عرفه. عرف یعنی اجتماع، عامه مردم و تاریخ. حالا میرسه یه جایی در انگلستان که میگه آقا قانون نداریم، سنتی هم که در تاریخ داشتیم سیاسی حقوقی این الان جواب نمیده. یه شورایی هست اونا میگن آقا باید تفسیر جدیدی از قوانین قبلی ارائه داد. اینو میگن در حقوق ایران، در فقه اسلامی میگن که توسیع یعنی وسعت دادن. باید به اون تفسیر قبلی، نگاه قبلی وسعت بدید، دامنشو بزرگتر بکنید. این در ایران موجود قبضش میکنن، تقبیضش میکنن، یعنی دامنه حقوق رو تلاش میکنن هی کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر بکنن برای اینکه منافعشون در اونجاست. منافع مردم رو اگه بخوان در نظر بگیرن باید هی اینو بزرگتر. مثلا از اول سال 57 تا الان هر چه جلوتر رفتیم قوانین جرم تراشانه بیشتر ساخته شد. هر چه جلو رفتیم دیگه مجلس، دولت، سازمان‌های مختلف، نهادهای مختلفی که پیدا شدن هی قانون وضع کردن و هی تلاش کردن جرم تراشی بکنن. در نتیجه در ایران الان هزاران جرم تراشیده شده، یعنی هی تضییقش کردن، هی زیق کردن، هی کوچیک کردن حقوق مردم رو. الان مردم چیزی به نام حقوق ندارن. حقشون چیه؟ مردن، کار کردن و مردن. مردن برای رژیم، اگر اعتراض بکنن هم میمیرن. دولت هم چیزی بده با نده دیگه همه چیز دست دولته. مردم هیچ حقی ندارن، تضییقی نیست. اما در مثلا قانون انگلستان که قانون اساسی هم نداره میگه آقا رسیدیم به جایی که میدیم جواب نمیده. این مثلا یه شورایی هست، این شورا میگه آقا وسعت بدیم دامنه تعریف و تفسیر قبلی رو.
قبلا اگه میگفتیم اینه، حالا بگیم نه آقا اینه هم میتونه داخلش باشه. تو قانون اساسی آمریکا الان نمیدونم 200 سال 250 سال دست نزدن قانون اساسی آمریکا رو. قانون اساسی کانادا در 170 سال گذشته 2 بار تغییر کرده، تغییر اساسی هم نکرده. و چیه؟ یه مثلا دادگاه قانون اساسی هست، این در ترکیه هم هستش. این دادگاه قانون اساسی میاد میگه آقا تا دیروز این کلمه‌ای که در قانون اساسی هست، مثلا ترک کلمه، مثلا میگم چون حالا نمیدونم، من قانون اساسی ترکیه رو نخوندم، مثلا تو قانون اساسی میگه که اینجا مملکت ترکه. امروز میگه آقا این رو بگیریم که کردا هم داخل اینن، نگیم کردا ترکن، بگیم کردها هم هموطن ترکن. مثلا یه توسعه، یه وسعت میده به اون تعریف قبلی، واردش میکنه این مفهوم رو که دیگه کرد مثلا ترک نیست، اینجا وطنش نیست، این معنی رو دیگه نده. نه آقا ایشون هم میاد یه کاری میکنه. میدونید در ایران این برعکس متاسفانه، برای اینکه ذهن اینها ذهن مافیاییه. من همه چی دست من باشه، هیچ کسی در اینجا نباشه. لعنت سلطان سکه داریم، سلطان معدن داریم، سلطان جنجل داریم، سلطان شکر داریم، سلطان نمک داریم، سلطان آب داریم، سلطان لاستیک داریم، سلطان ماشین داریم، سلطان واردات داریم، سلطان قهوه داریم، سلطان نمیدونم همه چی، هر چیزی یه سلطان، برای اینکه مافیاست. این سلطان ها مافیا هستن. در اون زمینه هیچ شرکتی نمیتونه رقابت بکنه الا که این مافیا مالیاتش از اون بگیره، بگه آقا به من باید حق بدی، حق من بهت، این مال منه، جنگل ها در ایران مال منه، به تو اجازه میدم بری در فلانجا معدن در بیاری. اگه مثلا سلطان معدن، به تو میگه اجازه میدم بری اونجا سد بسازی، سلطان سد، سلطان آب، سلطان دارو. سلطان دارو میره داروی واکسن کرونا رو میخواد وارد بکنه، مثلا $4 میخره، شرکت خودش وارد میکنه، میفروشه به دولت. حالا سلطان چیه؟ وزیره، مثلا وزیر بهداشت درمانه، خودش یه شرکت خودش رو مأمور میکنه از خارج یه دارو رو بخره بیاره داخل، بفروشه به یه شرکتی که دوباره وزیر در اونجاست، بفروشه به شرکت دیگه به $104 به دولت بفروشه. و اون وقت تازه این پخشش و زدنش و اینا همه میره دست دوباره شرکت این مافیا. حالا این مافیا آیا خود وزیر هست؟ آیا وزیر در رأس هرم مافیا هست؟ یا این مافیا وزیر هم یه بخشی از اون مافیاست؟ من این دیگه نمیدونم. برای همین در ایران قوانین چیزی به نام مردم و ملت یا ملل رو به رسمیت نمیشناسه. موجود تفسیر موجود، نگاه موجود حقوقی، جنایی، جزایی، زندانها، اطلاعات، پلیس، بسیج، هر چیزی که هست، تمام اون قدرتی که قهاره، قدرت مسلحه دست اوناست، دست مافیاست، دست چیز نیست، دست مردم نیست. برای همین مثلا من در دانشگاه یه کنفرانس دادم در مورد قانون اساسی، گفتم آقا کلمات رو قانون اساسی گنگ گذاشته، تمامی کلمات گنگه. هر کسی خواست میتونه این رو به دل خواهش تعریف بکنه. حالا یه آدمی هستش که ببخشید نه ادرارشو الان میتونه، مثل جنتی، نه ادرارشو میتونه کنترل بکنه، نه صداشو میتونه کنترل بکنه، نه نشستنشو میتونه کنترل بکنه، نه خوابیدنشو، نمیتونه راه بره، نمیتونه بشینه. این آدمی که خودشو نمیتونه کنترل بکنه اونقدر پیره، نه اینکه بده ها، پیری عادتشونه دیگه، این چیز نیست. منم فردا پیر میشم، ممکنه که نتونم خودم کنترل بکنم و نمیتونم، قطعا نمیتونم. من اینجا خیلی ها رو دیدم که پوشک میخرن، بزرگسالن، 70 سالشه، 60 سالشه، 80 سالشه، 90 سالشه، پوشک میخره مثل شورته به پاش میکنه، برای اینکه خب نمیتونه خودش کنترل بکنه. این دیگه پیر شده، بدنش از یه حدی گذشته این. ولی خب این دیگه
نمیره اداره رو یه جایی رو اداره بکنه، برای اینکه این اصلا ذهنش هم دیگه نمیکشه. این کامپیوتر بلد نیست، این علم بلد نیست، این نمیدونه زندگی چجوری میگذره، این یه حقوقی داره میاد از اونجا، حالا میاد آقا اسلام من اینجوری میفهم. اصلا تو اصلا درکت از اسلام غلطه، تو اصلا درک تو تعطیله. تو وقتی نمیتونی حرف بزنی، جالبه که مردم هم میرن صدای اینو گوش میکنن، دستشون میبوسن. آقا واسه چی؟ من نمیدونم. البته آدم محترم رو میشه احترام بهش گذاشت، اما دیگه اون آخه نمیتونه حرفشو بزنه. برای همین من شخصا معتقدم ملاها در ایران بدترین و بدبختترین قشر در ایرانن که بعداً هم به بسیار آسیب خواهند دید و به نظر من بیشترین کشته ها روحانی ها در آینده خواهند بود. ولی اینها بازیچه های پانفارس های فکولی یا غیر فکولی ریشدار و بیدونی ریش مافیا هستن. یه پولی به اینا میدن، آقا پولهایی رد و بدل میشه که من اخیراً یه ویدیو دیدم، یه خانمی میگفت آقا من میدونم مثلا در قضیه ساخت و پاختی که با چیز داشتن، با این بایدن بود با کی بود نمیدونم داشتن، میگفت که 18 هواپیما پول دلار از آمریکا اومد در تهران نشست. میدونی 18 هواپیما یعنی چقدر پول؟ و اینا کجا رفت؟ مافیا هر کسی سهم خودشو گرفت رفت. سلیمانی یه چند 10 میلیارد، فلان کس 10 میلیارد، فلان وزیر، فلان رهبر، فلان معاون، فلان مدیر، فلان هر کسی یه سهمی گرفت، یه چند برای همین هم اصلا به ملت نگفتن آقا چقدر پول اومد در ایران، کجا رفت، چیا برداشتن، دولت خزانهش چه وضعیتی داشته. الان میگه خزانه خالیه. چی کار کردید خالیه؟ خب از اینها که بگذاریم کتابمون بهتره. دوستان این کتاب رو جهل مستلزم ده. حالا ببینید این چیه. اینجا یه چیزی رو در مورد جهل گفته، ببینید این چیه. ولا یزال و ازلده جمله تعلق ادی ولا یزال ده دخی bulunanlarına bulundukları vaktilerde taalluk eder. Ve la yazalide dahi bulunanlarına bulundukları vaktilerde taalluk eder. Ve la yazalide her şey ezelde bildiki gibi olur. Hilaf ölmek icmaen mahaludur. زیرا جهل مستلزمدür. حالا اون قبلیه احتمالا در مورد چی بود؟ من تلاش کردم از یه جایی اینو بخونم ولی نشد. اینجا bir sıfat şeye taalluk etmez. علمی ile müttesaf demek یعنی چی؟ علم داره خداوند، علم ile müttesaf demek صفت حقیقیه موجوده olan علم ile alimdir demek. ذات ile alim demek değildir. ببین میگه از علم به خاطر علمش علیم عالمه، ذات ile علیم demek değildir. یعنی ذاتش عالم باشه نیست. من فرق بین اینا رو نمیفهمم الان، چون خیلی باید بین اینها فاصله باشه. Ne ki معتزله öyle زعم ettiler. همونطور که معتزله اونجوری زعم کردن که ذاتش علیمه و علم صفت جمیع موجودات و معدومات تعلق در. میگه علم، حالا اونجا پس اینجوری بوده علم متصف دمک صفت حقیقیه موجوده اولان علمی. میگه اون چیزی که موجوده و نمیدونم حقیقیه و اینا عالمه، ولی این ذات خداوند حکیم بوده. حالا میگه این معتزله که گفتن مثلا موجوده اینا صفت علمی به چیزش این درست نیست و علم صفت جمیع موجودات و معدومات تعلق توپر. میگه علم صفت موجوداتی که از بین میرن
تعلق داره. حالا متوجه شدیم که یواش یواش اونجا بالا چی میگفت، تعریف داره میکنه دیگه، این علم یعنی چی برای خدا. و ازلده جمله تعلق ادی و از اول هم جمله تعلق ادی، یعنی از ابتدا برای خدا تعلق داشته علم. و لا یزاله دخی، اینا هم خوندیم. حالا اینجا چی بود؟ سمع چی هست؟ اینا صفتهای مختلف خداوند رو میخواد اینجا بشماره و تعریف بکنه. بذارید ببینیم این چیه. Onlara layık olan sıfatlarıyla müttesiflerdir. Ve malum ola ki melaikeler hakkında dahi cumhur ehl sünnet indinde üç sıfat ile bilmek vacibdir. حالا ببینید اینجا چند کلمه هست خیلی مهمه. میگه که در مورد ملائکه هم معلوم بشه که دخی جمهور اهل سنت، جمهور، ببین کلمه جمهور در اینجا به کار میره و در شیعه هم به کار میره. نمیدونم چرا اینجا حالا شیعه ها باش مخالفت میکنن. بعدن رضا شاه وقتی میخواد به تبعیت از آتاتورک جمهوری اعلام بکنه، مولاها باهاش مخالفت میکنه، جمهوری نه. ولی در خود شیعه یه چیزی هست به نام، اگر یادم بیاد، قاعده هست، قاعده فقهیه. میگه اگر فقه حدیثی نباشه، چیزی نباشه و اینا، یا تو شک باشه، آیه و اینها نباشه و حدیث نباشه و حدیث موثق نباشه و بخوایم یه موضوعی رو چیز بکنیم، یه جلسه باید تشکیل بشه که هر کسی بدون اینکه بدونیم کی هست و بخواهیم کی هست، حتی آدم‌های کوچه و بازار هم بتونن بیان وارد اونجا بشن و نظرشون اعلام بکنن. این همون جمهوره، قاعده فقهی هست. هیچ وقت هم فکر کنم، به نظرم میاد هیچ وقت اجرا نشده این قاعده حقوقی فقهی. و میگه که چرا؟ میگه برای اینکه امام زمان در اون جلسه حضور خواهد یافت و حرفی رو خواهد زد که درست ترین حرفه و جمع تسلیم اون حرف خواهند شد. ما اون امام زمان رو نمیشناسیم، ولی چون همه اونجا حضور دارند ممکنه که یکی از اینها امام زمان باشه. به این معنی جمهور رو قبول کردن. اما جمهور اهل سنت، یعنی همه اهل سنت، این دو کلمه مرکبه. اند عربیه، حالا در نزدشون مثلا به فارسی. üç صفات ile bilmek واجبdir. میگه که اینجا هم برای ملائکه سه تا صفت باید بدونیم در موردشون. اول کسی ایماندور، مقربین عیسی ایماندور، تفصیلی عیسی دکل، ایمان اجمالی. حالا اینم دیگه رفت اونها که دیگه کتاب آقا جان، اینم از این کتاب. بذاریم آخرش اگر یک چیزی در مورد این کتاب به dest بیاریم خیلی خوب میشه. Peygamberin aleyhissalatü vesselam Allah azimüşşan indinden getirdiği ahkamın cümlesinde bülürler itikada müteallik olsun yahud amele müteallik olsun. احتمالاً بولر یا اینجا رفته دوباره. و بعض محققین indinde bir köy merhum gibi itikada müteallik olan ahkam-ı din ve millet değerler ve amele müteallik olan ahkam şer'i. پس اعتقادا müteallik olan ahkam din ve millet دیرler. اگر در احکامی باشه که در مورد اعتقادات باشه بهش میگن دین، احکام دینی، و یا ملت بهش میگن. و اگر به احکامی باشه که در مورد عمل انسان باشه متعلق اولان احکام شرع و شریعت دیرler. این هم تعریفی از شرع و شریعت و دین و ملت. والله اعلم بالصواب. اسم نویسنده چی بود آقا جان؟
اگه برگردیم اینجا کتاب اول صفحه اسمشو گفت اگر اشتباه نکنیم، داوود ابن محمد القارسی الحنفی درمکه. متاسفانه تاریخی پیدا نکردیم که ببینیم این کتاب در چه تاریخی نوشته شده. خب کتاب رو هم نخوندیم. کتاب خیلی ساده است، قابل خوندن، استاندارد علمی به تخصصی هست، در رابطه با صفات خدا هست، درون دینی برون دینی نیستش. حالا اینجا هم یه چیزایی دیدم، بیاض و بیز الله وجهه حضرت لری سجدو الا ابلیس آیت کریمین تفسیرنده ابن عباس نقل اتی و اختیار اتی و ابو منصور ماتریدی حضرت لرینین اختیاریده بودور. حالا یه چیزی گفته در اونجا، به این آیه هم اشاره کرد و حالا میگه که ابو منصور اینجوری گفته شو، ابن عباس هم فلان حرف زد و کتبهی دخی ایمان گتردم. کتبهی چیز کلمه که کتبی وجود داره، میگه به اون هم باید ایمان بیارم. حالا به نظر من خب خلاصه بگیم، امروز دو کتاب معرفی کردیم. کتاب اول در مورد فرایض بود، هر دوتا دینی و درون دینیه. کتاب امروز هر دوتا درون دینیه. یکی به حقوق و فقه و شریعت ربط داره، برای اینکه اینجا الان خوندیم که اون چیزی که به رفتار و عمل انسان ها مربوطه اسم شریعته. این در کتاب در رابطه با شریعت، یعنی حقوقی که انسان ها رفتار میکنن، نیاز دارن به اینها رو بدونن. کتاب اول پس در این مورد، در مورد حقوق. کتاب دوم، حالا این کتاب در 112 صفحه در سال 974 تموم شده نوشتنش به ترکی. البته خود کتاب از عربی به ترکی ترجمه شده، کتاب فرایض. این کتاب فرایض از عربی به ترکی ترجمه شده. به نظرم چند تا مسئله رو در خوندن این کتاب باید دقت بکنیم. باید حداقل ترکی رو بدونیم، ترکی استاندارد رو با صداها. دوم اینکه با کلمات حقوقی و معانی و مفهوم اونها آشنا باشیم که تا این کتاب رو درک بکنیم. برای اینکه این کتاب یک کتاب تخصصی حقوقی هست که از یک طرف هم چون حقوق علم حساب میشه یک کتاب علمی هست، در این حالی که این از حقوق اسلامی سرچشمه گرفته و بعد در رابطه با اونها صحبت میکنه، یک کتاب دینی هست. به زبان ترکی خوب ترجمه شده، خطش قابل خواندن هست، میشه با اندکی زحمت کشیدن با خوندن 4-5 صفحه چشم به روش حرکت قلم بر روی کاغذ و نوشتن حروف و چسبوندن حروف به هم و تشکیل کلمه آشنا بشه و وقتی که چشم آشنا شد یواش یواش میشه با تو متن هم کلماتی که قابل خوندن یا نیست رو در جمله تشخیص داد، در متن تشخیص داد، هم درست خوند هم درست درک کرد و فهمید. این از این کتاب. کتاب دومی که معرفی کردیم صفات سلبیه و سپوتیه است، درون دینیه، در 20 صفحه نوشته شده، تاریخی نداره، نویسندش داوود ابن محمد قارسی الحنفی درمکه هستش. کتاب استاندارد نوشته شده، یعنی صداهای بگیم 8گانه عربی رو روی حروف و علایم ترکی گذاشته تا ما صداها رو درست در بیاریم و بفهمیم و درست بخونیم و درست درک بکنیم. خطش خیلی ساده، خیلی قابل فهم است. کتاب یه مقدار آسیب دیده ولی قابل خوندن هست. این کتاب در مورد با عقاید اسلامیه. اون حقوق اسلامی بود، حقوق بود، شریعت بود. این در رابطه با اعتقادات عقاید اسلامی هست، چیزهایی که
صفاتی رو که به خداوند و ملائکه و انسان باید نسبت داد و صفاتی رو که به خداوند و ملائکه و انسان نمیتونیم نسبت بدیم. به خصوص در رابطه با خداوند و ملائکه و اینها بیشتر صحبت میکنه، چون که مربوط در رابطه با انسان ما میدونیم که بالاخره حالا قد بلند قد کوتاه، نمیدونم در فلان تاریخ زاده شده، در فلان تاریخ میمیره یا مرده، اینها محتاج کار هست، درآمد هست، پول هست، نمیدونم غذا و خوراک، زن داره، بچه داره، زایی که اینو زاییده، خودش یکی رو یا میزاد یا میزایند، اینجور چیزا. ولی در مورد خدا مثلا بعضی صفات ها رو نمیتونیم به خدا نسبت بدیم. مثلا قرآن پر از صفاتی که به خدا هم نسبت داده هم نسبت نداده، بری کرده خدا رو از اون نسبت. حالا این کتاب در رابطه با اونها نوشته شده، نویسنده ترجمه نکرده، این کتاب رو نوشته، خطش زیباست، ساده است، قابل خوندن و قابل درکه. به نظر من کتابیه که ما ترک‌ها باید بخونیم، به خصوص که میتونیم به عقاید سنی ها آشنا بشیم. شیعه ها رو میگم، شیعه ها به خصوص باید اینو بخونن، برای اینکه با عقاید ما تصوری هم که از خدا داریم، به خصوص بعد از این ملاها اومدن رو کار و این 50 سال اخیر که دین رو بی دین کردند و دین رو به همون اتفاقی در رابطه با اسلام افتاده که در رابطه با زرتشتی در زمانی که حضرت محمد وجود داشت و بعدش هم عمر و ابوبکر و عثمان و علی و معاویه و یزید و اینها وجود داشتن، همون اتفاق که برای مذهب و مذهبی ها در ایران اتفاق افتاد و مردم ازش گریزان شدن و فرار کردن، همون اتفاق الان برای شیعه در ایران رخ داده. روزانه 200 تا 300 نفر میان در ترکیه، میرن به کلیساها اعلام میکنن که چیز شدن. 10 ها جوان و پیر، زن و مرد در ترکیه در کلیساها آموزش دیدن و برگشتن رفتن تو شهرهای خودشون مسیحیت رو تبلیغ میکنن و مردم مسیحی میشن. حالا در مسیحیت چی دیدن که دارن مسیحی میشن؟ در اسلام چی بوده که در مسیحیت نبوده؟ این سوالیه که اینها دنبالش نیستن. اینها از اسلامی که ملاها گفتن نمایندگی کردن و اداره کردن و مردم رو شکنجه کردن و کشتن و قتل عام کردن و سخت براشون گرفتن، از این اسلام و از این ملا و از این مسجد و از این قرآن و از این امام و از این پیغمبر متنفرن و همه رو هم به حساب حضرت محمد و دین و قرآن می نویسن. حق هم دارن، یعنی باید بگیم حق دارن، چون کسی که به اسم قرآن و خدا و اینا داشته زندگی میکرده و مسئولیت خودش این میدونسته، خب ما اسلام رو از کی یاد گرفتیم؟ مثلا همینا یاد گرفتیم دیگه. و کتاب ها رو که نمیشه، اینا عملشون چیه؟ بر ضد، یعنی عملشون باید اسلام باشه. ما نمیتونیم بگیم این ملا دیگه اسلام نیست. البته من شخصا نظرم فرق میکنه. من معتقدم که در دنیا چیزی به نام اسلام وجود نداره. در دنیا اگر 2 میلیارد مسلمان هست، 2 میلیارد هم اسلام وجود داره. من اینو معتقدم. من معتقدم که اسلام من با اسلام تک تک انسان هایی که در ایران و در جهان اسلام زندگی میکنن متفاوته و تک تک اونهایی هم که با سواد و بی سواد، دینی و غیر دینی، خودشون رو به جوامع مسلمون منتسب میدونن، همشون یک اسلام دارن که با اسلام دیگری متفاوت و این ربطی به اسلام حضرت محمد هم نداره، چون اسلام حضرت محمد دیگه از بین رفته. ما اون رو اصلا نمیدونیم چیه. اونقدر روش نوشته. حالا یکی میگفت، من یک کتاب میخوندم نوشته بود که اونقدر عصا جمع کردن کلیساها که اگه جمع بکنن روی هم میشه یه کوه. همشون هم معتقدن این عصای عیسی است. یا اونقدر مثلا دندان هستش که دندان عیسی باشه که اگه جمع بکنن مثلا به اندازه شاید مثلا 1 تن 2 تن دندون بشه مثلا. خب آخه برای چی؟ برای اینکه انسان ها اینجوری هن دیگه. انسان ها
به هر حال منبع درآمده. قرآن خیلی خوب یه آیه داره میگه که اینا حمالت الحمار، اینا خرن که دارن کتاب‌های دینی رو حمل میکنن. ولی خب به هر حال ما هم نمیتونیم اسلام رو به غیر از اینها بدونیم، یعنی بالاخره اینها سمبل اسلام بودن دیگه. خب روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم که از این دریای زبان ترکی بدونیم که جناب اقیانوس ترکی، بدونیم جناب طباطبایی، سید جواد طباطبایی تبریزی اگه از قبرش بیاد بیرون و بیاد ببینه که زبان ترکی باهاش 500 سال پیش کتاب حقوق نوشته شده، فقه نوشته شده، شریعت نوشته شده، به مفهومی که امروز از شریعت من درک کردم. خود من اینو نمیدونستم شریعت چی هست، دین چی هست. پس احکام اعتقادی دینه، احکام اجرایی شریعته. حالا این آدم به من بیاد بگه که آقا این کتابی که الان رو بازه اینجا، این در رابطه با اعتقادات، یعنی دین، یعنی این و ترکیه. حالا درست و غلطش اینه دیگه، اینو یه آدمی این نظر خودشو نوشته، این که نظر پیغمبر نیستش که، نظر قرآن نیستش که، نظر خدا نیستش که این کتاب. یه آدم اینو نظر خودشو در رابطه با صفاتی که به خدا نسبت بدیم و ندیم نوشته. حالا تحقیقی انجام داده روی مکاتب مختلف اسلامی و جمع کرده اینجا، مثلا گفته که اینو قبول میکنم، اینو قبول نمیکنم. چرا قبول میکنی، قبول نمیکنی؟ خب نظر شخصیشه دیگه. این نظر نهایی اسلام نیست، نظر پیغمبرم نیست، نظر قرآنم نیست. به نظر من نظر پیغمبر با نظر قرآن متفاوته. قرآن اگر از طرف خدا اومده باشه و اگر دست توش برده نشده باشه، تحریفی انجام نگرفته باشه که به احتمال 100% تحریفاتی در قرآن انجام گرفته، اون کلام خدا چیزی جدای از کلام حضرت محمده. حضرت محمد اون چیزی رو که گفته اون نظر خودشه، نظر خدا نیست. یه تعریفی از اسلام خود محمد داره میده در کنار خدا. میخواد بگه خدا منظورش این بود، ولی خدا اون منظوری که محمد میگه رو ممکنه مراد نکرده باشه. خب حالا از اینا بگذاریم. به هر حال اون انسانایی که فکر میکردن زبان ترکی توانایی تدریس در یک ترم داره، بیان ببینن که چه بحث بسیار جدی عقلانی و مجرد رو به زبان ترکی نوشته. در این حالی که در کتاب اول هم گفتیم حقوق رو به زبان ترکی نوشته و این زبانی، این چیز رو، این توانایی رو زبان فارسی نداره. امیدوارم روز خوبی داشته باشید. به امید دیدار در روز